ظهور نمیکنه امام زمان تا اینکه در بر بگیره تمام مردم رو در شام. فتنه ای که یطلبون المخرج منها، نه فقط نظامی ها، کل مردم، اونهایی هم که کاری ندارن، نظامی نیستن، دنبال اینن که از این فتنه فرار کنن، از اون محل فرار کنن، از اون کشور فرار کنن، دنبال راه در رو، نه فقط از اون کشور فرار کنن، دنبال راه نجاتن، چیکار کنن که از این قضیه خلاص بشن. فلا یجدون، اما رو نمییابن عزیزان، اون رو نمییابن. وضع سوریه اینه. امیرالمؤمنین فرمود منتظر فرج باشید از 3 اتفاق: اختلاف و اهل شام بینهم، اختلاف اهل شام بین خودشون. اختلاف اهل شام بین خودشون یعنی اختلاف لبنان با اسرائیل، اختلاف اسرائیل با سوریه، اختلاف سوریه با لبنان، اختلاف سوریه با اسرائیل، اختلاف سوریه با خودش. اختلاف اهل شام یعنی همین. چون در روایت این اومده ما باید پیگیرش باشیم، پیگیرش هم هستیم. برای همینه، برای اون اخبار مهمه، خیلی مهمه، باید ببینیم چه خبر در دنیا و بهترین انتظار همینه. یک وجب و یک کلمه نباید از جیبمون حرف بزنیم.